بیایید با هم دیگه این مربای خوشمزه رو درست کنیم. دیگه وقتی پسته میخرید نیازی نیستش که پوستاشو دور بریزید. میتونید اینو درست کنید. اول پسته رو پوست بکنید، فقط اون قسمت سختشو بندازین دور، یعنی مغزش و اون پوست نرما رو حتما نگه دارید. من برای این یک کاسه از 120 گرم پوست و مغز پسته استفاده کردم. مرحله اول بیایید پوستا رو بشورید. بعد از اینکه پوستا رو شستید، برای اینکه تلخیش از بین بره 5 دقیقه داخل آب جوش بجوشونید و بعد داخل آب سرد بریزید که رنگش زیاد تغییر نکنه. اگه حس کردین تلخه، باز دوباره این کار رو تکرار کنید. من برای اینکه تلخی پوستا از بین بره دوباره این مرحله رو تکرار کردم. برای درست کردنش ما به 120 گرم شکر و 1 لیوان آب احتیاج داریم. شکر و آب رو با هم روی گاز بذارید و وقتی شکر حل شد مواد رو بهش اضافه کنید. زیر گاز حتما کم باشه. مواد رو یه هم بزنید، درش رو بذارید و بذارید تا 30 دقیقه روی گاز باشه. شما میتونید بهش هل، زعفرون یا گلاب اضافه کنید. من ریشه زعفرون استفاده کردم مثلا اینکه طعم بهتری داره، ولی اگه میخواستم رنگش عوض شه از زعفرون استفاده میکردم. اما من بیشتر از 30 دقیقه گذاشتم جوشید و غلیظ شد. طعم خیلی خوبی داشت، همون بوی که پوستای پسته میدن طعمشون همون طوری بود. پسته هم که طعم خودشون میداد. حتما درست کنید و نظرتون رو به هم بگید. لطفاً پیج رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. اینجوری از من حمایت کردید و من میتونم محتواهای بهتری تولید کنم. از اینکه صدا و تصویرم با هم هماهنگ نبود ازتون معذرت میخوام.